دیگه اون آدم نیستم. یه زمانی زود دل میبستم، زود باور میکردم، فکر میکردم همه مثل منم، نبودم. شبا طول کشید، آدما کم شدن، من موندم و فکرم و کلی حرف که به هیچ کس نگفتم. خیلی چیزا پاشید ولی من نه. کی برم، کی وایسم، به کی دل ندم. درد اومد حال گیری کرد، ولی یه چیزی هم یادم داد، این که اگه خودم هوامو نداشته باشم، هیچ کس نداره. الان دیگه از تنها بودن نمیترسم، از این میترسم خودمو گم کنم. تو تاریکی هم بلدم راهو برم، چون یه جا فهمیدم چراغو باید خودت روشن کنی. دیگه اون آدم نیستم، ولی بدترم نشدم، فقط واقعی تر شدم.